سلام دوستان گرامی، وقت بخیر. زلا زوزه یکی از افسران وزارت داخلی قبلی و جبهه مقاومت که خواهر ما در این روزها فعالیت‌های زیاد به خاطر خانم ها روی دست گرفته و خصوصا به خاطر دخترانی که دروازه مکتب ایشان بسته است. نه تنها اونا بلکه هم ما به خاطر از خواهران خود صدا بلند میکنیم و کردیم کسانی که امروز در شرایط سخت قرار دارند و اشک میریزن و ما به اونا یک جا اشک میریزیم و صدا بلند میکنیم. ولی طالبان در افغانستان به نام اسلام شریعت که از او کدام تعریف مشخص پاک ندارن، ببینید چی گیم های رو بازی میکنن و از غرب باجگیری میکنن. کشورهایی که نیز اسلام هستند مثل ایران، ببینید دخترانشان مثل دختران ما مکتب میرن. همچنان مصر عین ایجابی که از ماست از اونا هم است. ولی اگر پاکستان متوجه شویم، با وجود که خودش کشور اسلامی میگیره و خانه اصلی طالبان 20 سال در اونجا تعلیم دیدن، اینا رو ببینین دخترانشون در مکتب حتی با شادر ظاهر نمیشن. اما اندونزیا رو ببینین عین شرایط افغانستان. امارات عربی رو ببینین مثل دخترای افغانستان رو حجاب دارن و همچنان ترکیه عین حجاب افغان ها رو دارن. خبر جدیدی که از طرف وزارت معارف حکومت طالبان به نشر رسیده این است که اولین گام برای سواد آموختن نوشتن روی کاغذ است. من بعد استفاده از کاغذ تشناب حرام مطلق و گناه است. بنابراین از سنگ و یا کلاه برای پاکیزگی استفاده کنید. که بدبختانه اینا فرق بین کاغذ تشناب و کاغذ نوشتاری را توان ندانستند. همچنان یک کس دیگه که به نام عاطف مختار همیشه در تلویزیون ها ظاهر میشه و طرفداری از طالبان میکنه. وضعیت خودش قسم است که شما در تصویر میبینین. اینا 2 دختر دارن و از خانمش بدون طلاق جدا شده و وضعیت را که شما میبینین به سر میزشان ردوانی یا شراب سرخ است که با خانم دیگه میخواه بخورن، نوشجان کنن و اینا در جرمنی کیس‌های زیادی داشتن که همراه با خانم‌ها و دخترها رابطه داشتن و امیدوار هستم که همگی بدانند که عاطف مختار کی است که میخواین به خاطر بودن طالبا و بستن مکاتب لابیگری میکنن. و خبر خوش دیگه که خانم محبوب سرتیم رباط افغانستان در دوحه از طرف دوحه جایزه میگیره. در دوحه‌ای که زیادتر طالبان در اونجا خانه دارن و معاش میگیرن. امروز میبینیم که در دوحه دختران افغانستان به خاطر تعلیم تربیتشان جایزه میگیرن و در افغانستان حق تحصیل ندارن. و در اخیر تشکری میکنم که تا این دم با ما بودین.